عرض درود، من علیم و خیلی خوش اومدید به ویدیوی تحلیل بلند مدت طلا احتمالاً تا پایان 2026. اول اینو بگم که ویدیو قبلی که درباره طلای جهانی بود تحلیل من کاملا اشتباه بود و جز اون حالا 20% هست که بالاخره تحلیل هر تحلیلگری اشتباه از آب در میاد و قانون 100% ما نداریم که حالا هر چی من میگم درسته یا بخوایم مثلا وین ریت خیلی بالایی رو ارائه بدیم. این واقعیت مارکت. بالاخره ما مثلا طلای داخلی، دلار و چیزهای دیگر رو به مرور کریپتوها رو تحلیل‌های درستی ارائه دادیم و طلای جهانیمون تحلیلش در اون مقطع در اون ویدیو اشتباه بود و تحلیل جلسه پیش یعنی ویدیو قبلی این بود که از این ناحیه 3938 همین حوالی بود، 3900 مثلا سینا بود که من نظرم این بود که از 3938 تا 3958 طلا سایکل سعودیش تموم میشه که خب این تحلیل کاملا غلط از آب در اومد و این ناحیه به سمت بالا شکسته شد و طلا وارد سایکل سعودی بعدیش شده که سایکلی که حالا اگر بخوایم تارگت این سایکل رو بگیم تارگتش 4685 الی 4705 هست که حالا احتمالاً تا پایان 2026 یا اواسط 2026 به اونجاها میرسه طلای جهانی بالاخره، چون اون تارگت فعال شده و ما بالاخره باید اون تارگت رو تاچ بکنیم. اما الان چیزی که حالا مد نظر هست و دلیل اصلی که این ویدیو رو گرفتم همین موضوعه، اینه که ما احتمالاً یک راست به سمت اون تارگت حرکت نکنیم و از حالا همین حوالی که طلا هست، حالا 2 ناحیه من مشخص کردم، از این ناحیه 4262 الی از این ناحیه 4262 الی 4282 من به نظرم میتونه طلا یک حالا حرکت کوتاه مدت نزولی داشته باشه، حداقل تا 458 الی 438 و اینجا برای چند ماه سقف طلای ما باشه و اینکه حالا مثلا دوباره ممکنه از اینجاها برگرده و تارگت نهایی این حالا سایکل میان مدت نزولی حوالی 3780 تا 3760 هست که حالا این لول هایی که من میگم حالا لول های گن هست و هم بالایی ها لول های گنه هم پایینی ها. میبینید که خب حالا اگر بخوام نمونه خیلی نزدیکش رو بگم، این همین 3938 و 3958 یه لول گن ما بود که میبینید وقتی شکسته میشه دوباره در حرکت به این حالا این لول ها که قبلا اصلا وجود نداشته حرکت صعودی بعدی شروع میشه که حالا کارکرد این لول های گن کاملا مشخص هست، یعنی اینطوری نیستش که مثلا بگیم خب حالا یک عددی وجود داره دیگه، اینطوری نیست. و اگر حالا من تمام لول های گن رو نیاوردم اصلا، یعنی آبجکت تریمو فعال نکردم و این 3780 الی 3760 تارگتیه که با سایکل گن به دست میاد و اگر بخوایم از نظر حالا یک نگاه کلاسیک هم در نظر بگیریم، اگر تا 4262 بگیریم این فیبو نیم ما میشه همین نواحی 3760 که گفتیم و حالا فیبو 61.8 مون هم میشه 3647 که اونجا هم ممکنه بیاد و اونجاها برگرده به سمت بالا که همون تارگت 4685 بود که گفتیم و من از اینجا انتظار دارم، یعنی اگر طلا تا 3780 بیاد دیگه اینجا انتظار دارم مجدد سایکل سعودی بعدی شروع بشه به سمت 4685 و 4705 که باز سقف تارگت
قیمتی ما هست در نظر سایکل های قیمتی و مجدد اونجا باید بررسی کنیم که آیا این سقف دوباره شکسته میشه و به سمت تارگت های یعنی سایکل بعدی صعودی میره یا تموم میشه سایکل های صعودی طلا بعد از مثلا 3-4 سال. اونجا دیگه دوباره باید بررسی کنیم. اما روندی که من حالا تا 1 سال آینده احتمالاً مد نظرم هست در تایم روزانه، همین مسیری هست که کشیدم، یعنی از 4262 الی 4282 ما یک پایینی احتمالاً تا 438 و 458 داشته باشیم، مجدد اون سقف تاچ بشه و بعد به سمت تارگت میان مدت نزولیمون حرکت کنیم که 3780 تا 3760 است و بعد از اونجا دیگه به سمت کامل کردن سایکل قیمتی که 4685 الی 4705 است. و همچنان طلا میان مدت، یعنی اگر شما بخواید حالا نگاه طلای داخلی هم مد نظرتون قرار بدید، همچنان تا 1 سال آینده همون تارگت 16 میلیونی که برای طلای گرمی مد نظرمون بود فعاله که با این سایکل طلای جهانی احتمالاً تا 1 سال آینده تاچ میشه. و همین، متشکرم از همراهیتون. تحلیل قبلی اشتباه بود، امیدوارم که این تحلیلمون به خوبی کار کنه و بتونیم سودهای خوبی از مارکت بگیریم. بازم ممنونم از همراهیتون. فعلا خدا نگهدار.